چرا عاشق آدم اشتباهی میشیم؟ رفتارهای نامناسب پدر و مادر در دوران کودکی زخمهای روحی در کودک ایجاد میکنه که اون کودک با خودش به دوران بزرگسالی اون زخمها رو میبره و باعث میشه که اون فرد بزرگسال تفسیر اشتباهی از عشق داشته باشه. به عبارت دیگه هر آنچه رو که ما در خانه تجربه میکنیم برای ما به معنی عشق هست. برای حل کردن این مشکل ابتدا باید به الگوی رفتاری نادرستمون آگاهی پیدا بکنیم. ریشه زخم‌های درونیمون رو بیابیم، شرایط، خود و پدر و مادرمون رو بپذیریم و مسئولیت تغییر خود رو بپذیریم و در نهایت ارزش‌هامون رو بازنگری بکنیم و خودمون رو تغییر بدیم.